سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز یکشنبه 29 اسد سال 1402 خورشیدی است که برابر می شود با 20 اگست سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها. رد موجودیت گروه‌های تروریستی و تهدید بلند آن از سوی حکومت سرپرست، مقامات وزارت دفاع ملی میگویند که هیچ گروه مسلح در افغانستان وجود ندارد. جستجوی دشمن از سوی پاکستان در افغانستان یک اشتباه بزرگ است. قاری فصیح الدین فطرت میگوید نیروهای آن ظرفیت کامل حفاظت از خاک خود را دارند. و کشته و زخم برداشتن در حدود 30 تن در نتیجه یک رویداد ترافیکی در وزیرستان شمالی. هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. حکومت موجودیت گروه‌های تروریستی و تهدید بلند از سوی آنان را رد نمود. مقامات وزارت دفاع ملی میگویند هیچ گروه مسلحی در افغانستان موجود نیست که وزارت به دلیل تهدید بیشتر از سوی آنها مجبور به انجام عملیات هوایی شده باشد. آنها همچنین نگرانی‌های پاکستان را به جا خواندند که گویا تهدید از خاک افغانستان متوجه امنیت ملی آنان است. از سوی دیگر کارشناسان پاکستان را متهم به آموزش تروریستان نموده و اضافه می‌کنند که به خاطر تحقق اهداف خود در تلاش انداختن بار ملامتی بر شانه افغانستان است. در حالی که مقامات ملی و نظامی پاکستان با گونه متواتر ادعای وارد شدن توریستان را از خاک افغانستان نموده، اما مقامات وزارت دفاع ملی یک بار دیگر این ادعاها آن را بی اساس خواندند. لوی درستیز کشور در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت نیروهای پاکستانی در تامین امنیت این کشور ناکام گردیده و با گفتهش این چنین ادعاها توجیه ضعف آنها شده نمیتواند. نابرده موجودیت و تهدید گروه‌های تروریستی را در افغانستان رد نموده میگوید که تهدید از سوی مخالفین مسلح به اندازه نیست که وزارت دفاع ملی کشور مجبور به عملیات هوایی علیه آنان شود. پروازهای وظیفوی البته هر کدامی از او به غرض این نمی شود که بالای دشمن بم با اندازه و چی بکنه، چون در شرایط فعلی شما خودتان میدونین که الحمدلله افغانستان در شرایط قرار ندارد که در عملیات ها ما از طیارات استفاده بکنیم، چون اگر دشمن جا یگام جا خود دسته هایی هست که اینجا کوشش میکنن که اعمال تخریبی را انجام بدن، قسمی که انفجاری که در خود صورت گرفته این چیز نبوده. اما از داخل خاک خود پاکستان کسایی هست که اونجا حضور دارند و پاکستان ناامن میکنن، در داخل خاک پاکستان هست و از این که پاکستان انتقاد بالای ما افغانا میکنه بهتر است که متوجه خاک خودش شود. بانک منطقه و جهان ابراز نگرانی نموده که گویا افغانستان بر مخفیگاه امن توریستا مبدل گردیده، اما حکومت سرپرست همیشه این ادعاها را رد نموده و اطمینان داده است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استعمال نخواهد شد. او د دې اصلي علت دا دی چې امارات په دې نه دی توانېدلی تر اوسه پورې چې د خپلو خلکو سره د افغانانو سره هم یو مشترکه ژبه پیدا کړي. زه فکر کوم چې دغه داخلي ضعف او کمزوري خارجان دې ته هڅوي، خصوصا پاکستانیان او شمالي ګاونډیان دې ته هڅوي چې د خپلو مشکلاتو پر افغانستان واچوي. هغوی پوهیږي چې افغانستان منزوي دی او خلک د جهان خلک د دوی و اندېښنو ته غوږ نیسي. ضرورت است تا حاکمان سیاسی پاکستان در پالیسی‌ها و سیاست‌های خود تجدید نظر کنند، زیرا حمایت از گروه‌های افراطی و دشت‌افکن امروز مردم پاکستان را هم در یک نگرانی جدی و دهشت قرار داده. تحلیل این است که در چنین شرایط حساس سیاسی، امنیتی و اقتصادی حاکم شدن امارات اسلامی بر افغانستان دست برخی از کشورها از افغانستان کوتاه گردید، اما کشورها یاد شده به خاطر منافع خود میخواهند افغانستان را ناامن ثابت سازد. از لحاظ سیاسی، اقتصادی، بشری وضعیت افغانستان کاملا بغرنج و پیچیده است. به نحوی هر کشور تلاش میکنه که در وضعیت حادی افغانستان خود ببینه. از یک طرف خوشبینی خود ابراز میکنن که گویا ما با افغانستان از لحاظ حقوق بشری کمک میکنیم یا تعامل میکنیم، از جانبی هم مسئله داعش، تروریسم و بعض گروه های مخرب دیگه را به افغانستان پیوند میتن که گویا افغانستان از لحاظ امنیتی یک کشور بی‌ثبات است و من فکر میکنم که کشورها دنبال بهانه هستند به خاطر بهانه‌های سیاسی.
عاصم منیر لوی درستیزی پاکستان و شهباز شریف نخست وزیر پیشین تهدیدآمیز گفته بودند که اگر حکومت سرپرست افغان علیه گروه‌های تروریستی اقدام نکند، آنان خودشان گروه‌های مخالف پاکستان را در خاک افغانستان هدف قرار خواهند داد. جستجوی دشمن از سوی پاکستان در افغانستان یک اشتباه بزرگ است. لوی درستیز قوای مسلح میگوید نیروهای آن ظرفیت کامل حفاظت از خاک را دارند و اگر از سوی کدام کشور بالای آن حمله صورت گیرد برای آن پاسخ سخت داده خواهد شد. قاری فصیح الدین فطرت می‌افزاید کسانی که در پاکستان دست به حملات میزنند در همان کشور مقیمند و اکنون که اسلام آباد در تحکیم امنیت خود جا مانده بالای افغان‌ها اتهامات را وارد می‌نماید. فطرت می‌افزاید که در حال حاضر 150,000 اردو دارد و به گفتش تا پایان سال روان این رقم به 180,000 تن افزایش خواهد یافت. در برنامه حسابدهی دولت به ملت به روز یکشنبه وزارت دفاع ملی گزارش یک ساله خود را با رسانه‌ها شریک ساخت. مقامات وزارت دفاع ملی در جریان ارائه گزارش مذکور اطمینان نشان دادند که نیروهای آن ظرفیت محو هر نوع تهاجم خارجی در برابر خاک خود را دارند. قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح افغانستان گفته است این یک اشتباه خیلی بزرگ مقامات پاکستانی خواهد بود که دشمن خود را در افغانستان نشانی و آن را هدف قرار بدهد. لوی درستیز میگوید کسانی که بالای پاکستانی ها حملات میکنند و امنیت را در آنجا مختل می نمایند در افغانستان نه بلکه در خود خاک پاکستان موجود هستند. قاری فصیح الدین فطرت می‌افزاید که در اینجا امپراتوری های خیلی بزرگ از بین رفتند و اگر پاکستان و یا هم کدام کشور مشابه با آن به افغانستان حمله نماید با پاسخ شدید روبرو خواهند شد. از داخل خاک خود پاکستان کسایی است که اونجا حضور دارند و پاکستان ناامن میکنند در داخل خاک پاکستان است و از این که پاکستان انتقاد بالای ما افغان‌ها میکنه بهتر است که متوجه خاک خودش شود و این ناتوانی از او را در رابطه به تأمین امنیت کشورشان نشان میده و ای که اگر احیانا پاکستان و هر کشوری که باشد به این فکر باشد که او دشمنش در افغانستان جستجو بکنه غلط فکر کرده است. دیگه این فکری بیخی غلط است. دشمنش داخل خاک خودش چی بکنه جستجو بکنه. ما همون طوری که تعهد کرده هستیم از خاک افغانستان به هیچ کشوری ضرر نمیرسه و هیچ کشوری مورد حمله قرار نمیگیره. به تعهد خود پایبند هستیم ولی هیچ کس اجازه به این نمیدیم که او به خاک ما چی بکند، به خاک ما تجاوز بکند و حمله بکند. کلانش حمله کردن، شکست خوردن و از او که خطرش هیچ نمیتونن حمله کنن. من مردم افغانستان به اطمینان میدم که حکومت افغانستان این توانمندی را داره که پاسخگوی هر نوع تجاوز باشد افغانستان. وزارت دفاع ملی میگوید که در حال حاضر شمار تمامی نیروهای دفاعی افغانستان به 150,000 میرسد که مجهز با تمام تجهیزات نظامی و از تعلیمات نظامی مستفید شده‌اند. اما پلان دارند تا پایان سال روان این رقم را به حدود 200,000 تن برسانند. سال گذشته تقریبا زیاد ما تلاش کردیم که تعداد اردوی ملی اسلامی را ابتدا به 100,000 و بعد از تا 140,000 در اخیرای سال تا به 150,000 و در سال آینده ان شاء الله العزیز پلان هست که همین تعداد ما به اساس همو ضرورت ها بالا ببریم و پلان هست که تا 170,000 یا 80,000 تعداد میرسونیم. در همین حال وزارت دفاع ملی از حذف بیش از 35,000 تن از صفوف نیروهای دفاعی خبر میدهند که به گفته‌اش این افراد نه در وزارت دفاع ملی و نه هم در امارت اسلامی تجربه و یا هم شامل بودند. 15,508 تنه چې د افغانستان اسلامي امارت په لیکو کې سابقه نه لرله او یا مسلکي نه وو د لیکو د تصفیه او د بیا کتنې کمیسیونونو له لوري له ثبت څخه ویستل شوي دي. وزارت دفاع ملی میگوید که نزدیک به 60 طیاره آن با کشورهای همسایه است و چندین بار خواست برگرداندن آن را با کشورهای همسایه مطرح کردند، اما این کشورها به دلیل فشار کشور امریکا نمیتوانند طیاره‌های افغانستان را دوباره به افغانها تسلیم نمایند. در یک سال گذشته وزارت دفاع ملی به ده‌ها تانک‌های تخریب گردیده روسی و همچنان به صدها تانک‌های نظامی را که به دلیل جنگ‌های گذشته و یا هم از سوی حکومت گذشته و یا خارجی‌ها عمدن تخریب گردیده بود را دوباره ترمیم و فعال ساختند. همچنان وزارت مذکور طیاره‌های تخریب گردیده را که شامل جنگی و غیر جنگی می‌گردد دوباره فعال نموده و در حال حاضر در چوکات وزارت دفاع ملی از آن استفاده صورت می‌گیرد.
از جوانان افغان در 20 سال گذشته در راههای نادرست استفاده صورت می گرفت. امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه در نشست بزرگداشت از 104مین سالروز استقلال کشور از سوی اداره ورزش و تربیت بدنی جوانان و ورزشکاران را سرمایه ارزشمند کشور دانست. شماره از مسئولین دیگر حملات همه‌جانبه بالای افغانستان را یک تهاجم آشکارا خوانده و افغانها را کسانی نامیدند که به استعمار هیچ کسی تن نمیدهند. امیرخان متقی میگوید 20 سال از جوانان افغان در راههای نادرست استفاده صورت گرفته است. متقی در نشست بزرگداشت از 104مین سالروز استقلال کشور از سوی اداره ورزش و تربیت بدنی سخنرانی میکرد. گفته است که جوانان و ورزشکاران مایه افتخار و سرمایه کشور هستند. په تیرو شلو کلو کې متاسفانه د موږ ځوانان په ډیرو غلطو لارو استعمال شو. په تیرو شلو کلو کې د هېواد 4 میلیونه 4 لکه انسانان په نشو اخته شو او د دې اکثریت برخه ځوانانو. محمد قاسم والی کابل در جریان سخنرانی در این نشست حمله کنندگان بر افغانستان را مهاجمان خوانده و گفته است که با توجه به تاریخ افغانها هرگز زیر سلطه استعمار زندگی نکردند. د افغانستان تاریخ لسپینو او لتورو ورځو نه جوړ شوی ده. د انګلیسانو تجاوز په افغانستان کې د افغانستان کې یوه توره ورځ وله، خو داسې بیا د موږ د تاسې پلرونو د موږ د تاسې نیکونو د انګریزانو په وړاندې د جهاد اعلان وکړه او 3 ځلې انګریزان د موږ د تاسې په ملک مات شوله. دا بیا د ټولو افغانانو لپاره یوه ویاړمنه یو د افتخار سپینه ورځ ده. از سوی دیگر متقی بازیکنان و ورزشکاران افغان را ستوده که در صورت عدم امکانات باز هم در میدانهای جهانی و مسابقات برای افغانستان بازی میکنند و برنده میشوند. تاسې ورزشکاران په اوسنۍ دور کې یوه بهترینه ډیپلوماسي هم په مخ وړای شئ. تاسې یاست چې دنیا مختلفو هیوادو ته په سفر کولو سره د هیوادونو ترمنځ اړیکې رغوي. بازیکنان شایستگی و ظرفیت‌هایشان را به نمایش گذاشته و 104مین سالروز استقلال و استرداد کشور را تجلیل نمودند. حکومت سرپرست جهان را متهم به بهانه تراشی در رابطه با تعامل و به رسمیت شناسی می نماید. کارشناسان می گویند حکومت به خاطر بیرون رفت از انزوای سیاسی و اقتصادی نیاز دارد تا با کشورها تعامل رسمی نماید. این در حال است که سفیر پیشین کانادا در افغانستان تاکید بر گفتگو و تعامل با حکومت سرپرست نموده است. با وجود گذشت 2 سال از حکومتداری سرپرست در افغانستان، این حکومت از سوی کدام کشور به رسمیت شناخته نشده، اما در این مدت همیشه امیدواری به تعامل از سوی کشورها نموده است. در جریان مراسم تجلیل از سالروز استقلال کشور، مقامات حکومتی یک بار دیگر تاکید بر داشتن روابط سالم و تعامل با کشورها نموده و اضافه کردند که جهانیان در برابر به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت سرپرست بهانه تراشی نکنند. کارشناسان امور با توجه به این اظهارات مقامات تعامل افغانستان را با کشورها مهم خوانده و میگوید که با این امر افغانستان از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون خواهد شد. رسمیت او لړۍ سره مخامخ تعامل د افغانستان ضرورت ده. د افغانستان ملي ګټې دا ایجابوي او د افغانستان د حکومت لومړیتوب هم همدا ده. ولې زه په دې باور یم چې لا هم د افغانستان او نړۍ ترمنځ ډېر زیات واټن شته. دا واټن د نړۍ استخباراتي ګټې دي. دا د افغانستان او نړۍ ترمنځ په یو شمېر مسایلو کې سیاسي اختلافات دي. کارشناسان با در نظر داشت موقف حکومت در رابطه با تعامل و به رسمیت شناختن باوری هستند که حکومت سرپرست خود نیز باید به خاطر رسیدن به این هدف یک سلسله شرایط مشروع مردم و جهانیان را بپذیرد. حق تحصیل، حق کار و موضوعات حقوق بشری بوده. امیدوار هستم که جامعه جهانی، کشورهای منطقه و فرامنطقوی اجازه بدن که ملت افغانستان سرنوشت سیاسی خود را تعیین بکنند. نمیخواهند خود بفهمانند و یا اینکه درست افهام و تفهیم بینشان صورت نمیگیره. در غیر صورت خواستها بسیار واضح است. با اینکه در رابطه به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت سرپرست موقف جهانیان و امارت اسلامی متفاوت است، اما پیشرفت در این بخش در سال سوم حکومتداری حکومت ممکن است. او که چیرته امریکا اجازه ورنه که هیچ هیواد به زړه کې نه کېږي د اسلامي امارت په رسمیت وپېژني
دا چې د ښځو مسله ده یا حقوق بشر دي یا مخدره توکي دي یا نور مسائل دي دا حسابانه دي. این در حالی است که جامعه جهانی مواردی چون ایجاد حکومت همه شمول، مسئولیت حقوق بشری، عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها، مبارزه با مواد مخدر و برخی از موضوعات دیگر را از شرایط اساسی پیش نموده است. اما حکومت سرپرست مدعی است که تمام شرایط را به خاطر به رسمیت شناختن و تعامل تکمیل نموده است. پاکستان از لحاظ سیاسی در حال وارد شدن به عمق بحران است. کارشناسان میگویند اگر وضعیت موجوده در این کشور به زودی کنترل نشود، امکان دارد در آینده‌های نزدیک پاکستان با بی‌ثباتی گسترده روبرو گردد. با باور آنها موجودیت خلای سیاسی به سطح حکومتی و ادامه دستگیری مخالفین سیاسی در این کشور در مختل شدن وضعیت بیشتر کمک می نماید. کارشناسان می گویند حکومت افغان علاوه از منطقه وضعیت را که در پاکستان جریان دارد و روی افغانستان نیز تاثیر می کند باید مد نظر گیرد. که چیرې د پاکستان حکومت په خپلو سیاسي کړنو کې بدلون نانولی، ولس به لا هم تر ناراضه شي، مقابل کې به ډیر تظاهرات ترسره کړي او ډیر امکان لري چې دا هېواد په څو ټوټو وویشل شي. طبیعي خبره ده چې د پاکستان وضعیت حتی د سیمې په هېوادونو باندې هم منفي تاثیر پرېښودلی شي. علی الخصوص په افغانستان باندې منفي اغېزې ډېرې زیاتې دي او دلته په کار دا دی چې د دې خوا نه د افغانستان د خوا نه ډېر یو منظم او مدیریت شده سیاست غوره شي او دغه حالت ډیر په دقت سره به تر څېړنې لاندې ونیول شي. در سال گذشته به مشکلات ده‌ها هزار کودک مواجه با خطر رسیدگی صورت گرفته است. مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند از میان کودکان مذکور نزدیک به 3000 تن آن را دوباره به خانواده‌هایشان سپرده و متبقی را در مراکز حمایوی نگهداری کردند. بر اساس معلومات این وزارت این کودکان شامل کودکان دیپورت شده از کشورهای خارجی، معلول و ناپدید شدگانند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی دستاوردهای یک سال گذشته خود را در برنامه حسابدهی دولت به ملت شریک ساختند. مسئولین اضافه می‌کنند در سال گذشته به مشکلات نزدیک به 21000 کودک مواجه با خطر رسیدگی کردند که از میان آن 2860 تن را دوباره به خانواده‌هایشان سپرده و متبقی در مراکز حمایوی مربوط به این وزارت نگهداری می‌شوند. چې په دې کې 2880 تنه ماشومان له کورنۍ سره د وزارت له لارې بیا ادغام شوي دي او دوی کې داسې ماشومان دي چې موږ په خپلو حمایوي مرکزونو کې له هغو څخه ملاتړ کوو، هلته اوسیږي او ساتوي. د یادونې وړ بولم چې د حمایوي مرکزونه د کار او ټولنیزو چارو په چوکاټ کې چې کوم حمایوي مرکزونه دي، په هغو حمایوي مرکزونو کې ورک شوي ماشومان دي، له بهر څخه ډیپورټ شوي ماشومان دي، په تاخر ذهني مبتلا ماشومان دي، معلول ماشومان دي. نو د دغه سټیج له لارې په وطنوالو باندې غږ کوم چې د چا ماشومان ناداره کوي، ورکي، د کار و ټولنیزو چارو وزارت ته د مراجعه وکړي. به اساس معلومات این وزارت در میان کودکان یاد شده دیپورت شده های خارجی، معلول و گم شده از خانواده هایشان نیز شامل است. مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی همچنان اضافه میکنند که در جریان سال 1401 خورشیدی برای 44000 تن زمینه آموزش های حرفوی و مسلکی را فراهم کردند. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 3,904 تنو ته مرکز او ولایتونو کې د امارتي او همکارو مؤسساتو په مرسته د فني او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. این وزارت توانسته در سال گذشته 26991 جواز داخلی و 1847 جواز کار خارجی را توزیع نماید که از درک توزیع آن در حدود 37 میلیون افغانی عواید را جمع آوری کرده است. تقریبا 6991 قطعه جوازونه موږ توزیع کړي دي چې په دې کې تقریبا عواید راغلي دي 5,922,000 افغانۍ په دې جوازو کې عواید ترلاسه شوي دي او دغه رنګه خارجي اتباعو ته چې په هغه 1401 کې موږ تقریبا 4000 قطعې جوازونه د هغو دپاره په پلان کې نیولې وه چې په هغه کې 1800
40 کیتې جوازونه دا توزیع شوي دي او عواید یې راجمع شوي دي 22 میلیونه 744,000 او 280 افغانی. مسئولان در رابطه با ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان در داخل کشور می‌گویند در یک سال گذشته به خاطر کار کردن قانونی افغان‌ها با برخی از کشورها گفتگو نموده که از میان آنها با 3 کشور به تفاهم رسیدند. تولید کشمش در کندهار آغاز، اما دهاقین از نبود بازار در این زمینه شکایت می کنند. آنان می گویند هر چند سال روان دهاقین با کمبود آب مواجه بودند، اما باز هم حاصلات انگور خوب بود که به دلیل آن کشمش هم بیشتر شده است. در این حال مسئولین ریاست زراعت کندهار خبر می دهند که سال روان در این ولایت 36,000 تن کشمش تولید خواهد شد. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.